فیروز کریمی بود. بله. خب اینجا آبزاده که وا می‌سید یه سرپا وا می‌سید پنالتی می‌گرفت یه سری. نه واقعا استاد بود تو این کار. ببین حالا با به شوخی به ایگوه میگیم استاد اعتماد به نفس. بله. به آبزاده واقعی باید بگیم استاد اعتماد به نفس. داشت اعتماد به نفس. واقعا بود این اعتماد به نفس. حقیقتا اعتماد به نفسش بی خود و بی جهت نبود. کاذب هم نبود. واقعا و بسیار کمک می‌کرد سوا اینکه به خودش به تیمم خیلی روح میداد. جناب خیابانی این پنالتی خود احمد رضاست. 11 بهمن 76 دو دروازه‌بان در مقابل هم که ببینید که چجوری این پنالتی رو احمد رضا میزنه، گل هم میشه و باعث سوم شدن تیم ایران در این رقابت‌ها شد. البته یه مقدار احمد رضا تو این بازی‌ها مصدوم هم بود و کاملا مشخص هم هست بله. یاد رو فرم نیست، اما باز هم با این حال با حالی که مصدومه اما می‌بینید که چقدر با روحیه و با اعتماد به نفس. من اعتقادم اینه اگر احمد رضا به‌زاده آسیب نمیدید میتونست تا 40 سالگی راحتی در دروازه تیم ملی باشه.